خب سلام همگی، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم با یه فیلم جدید. ببینید این فیلم با نشون دادن دو تا دوست صمیمی شروع میشه که منتظر سفرشون به خارج از شهر. دو نفر به اسم کیتی و اسلون. کیتی که در مورد مسائل جنسی خیلی آدم سخیر و سنتیه، ولی اما برای اسلون خیلی در مورد این موضوع سختی نیست و هیچ حد و مرز خاصی هم براش وجود نداره. اونا قراره یه ماه توی مزرعه کار کنن که بتونن پول جمع کنن و بعدش برای خرید برن به نیویورک. صبح روز بعد عموی کیتی یعنی جیسون که یه پلیسه میاد دنبالشون و کیتی و اسلون رو میبره به خونه خودش و دوست دخترش تا شب قبل از سفرشون به مزرعه رو اونجا بمونن. بعد از اینکه اونا میرن خونه عموی کیتی، اسلون پیشنهاد میده که برای وقتی که توی مزرعه میمونن برای خودشون اسمای فیک انتخاب کنن. اسلون میشه هدر و کیتی هم میشه ریپلی. روز بعد جیسون اونا رو میبره به ایستگاه اتوبوس تا از اونجا با اتوبوس برن به مزرعه. جیسون چون خیلی عموی محافظه‌کاریه بهشون میگه که بهتره یک کلمه امن انتخاب کنن تا اگه به مشکل برخوردن با اون کلمه بهش خبر بدن و قرارشون میشه که آخر هر پیامی که میفرستن یک کلمه رمزی هم بنویسن که به ترتیب حروف الفباست. مثلا کلمه اول میشه سیب یا اون اپل، به انگلیسی با ای شروع میشه. بعد از اینکه جیسون میره، اونا یه ساعتی رو باید صبر کنن تا اتوبوس بیاد. پس تصمیم میگیرن چیکار کنن؟ برن تو کافه پشت ایستگاه و منتظر بمونن. وقتی اون دو تا وارد کافه میشن، چششون میخوره به دو تا پسر جیگر رو میرن پیش اونا میشینن. اونا دو تا برادرن به اسم جد و لوکاس. اونا به دوخیا پیشنهاد میدن که تا مزرعه برسوننشون. کیتی اولش دو دله، ولی اونجایی که اسلون همچنان میخاریده اونو متقاعد میکنه که با اونا برن و بله حشریت میزنه به بشریت. خلاصه اونا با ماشین پسرا راه میافتن سمت مزرعه، ولی پسرا میگن قبل از مزرعه یه سر بریم خونه ما پیش مادرمون. اونا هم که راهی نداشتن قبول میکنن و وقتی به خونه پسرا میرسن، مادر پسرا اونا رو دعوت میکنه داخل، براشون چای و کیک میاره. دقیقاً همون موقع عموی کیتی پیام میده و کیتی هم بهش میگه که ما خوبیم. بعد از خوردن چای دوخیا متوجه میشن که سرشون گیج داره میره و چیز خور شدن و سعی میکنن در برن که جد و لوکاس با چوب میزنن تو سرشون و اونا رو بیهوش میکنن و میبرن داخل خونه. روز بعد اونا رو میبینید که لخت به دو تا کانتینر وسط جنگل زنجیر شدن که ناگهان جد میاد و بهشون یه سری لباس و غذا میده و بهشون میگه که از این به بعد باید اینجا بمونن. توی سکانس بعد رئیس جد و لوکاس که اسمش بوریسه رو میبینیم که اومده اونجا و داره گوشی دختره رو چک میکنه و متوجه پیام عموی کیت میشه و بهش پیام میده که ما خوبیم، ولی متوجه کلمه رمز نمیشه. توی سکانس بعد اونا کیتی و اسلون رو مجبور میکنن که دوش بگیرن که ناگهان کلانتر سر میرسه، ولی بدشانسی دخترا کلانتر هم این کاره بوده و از اونجا که حسابی روی کیتی زده بالا با جد معامله میکنه و ترتیب کیتی رو میده و حسابی اون رو مورد عنایت قرار میده و راهشو میکشه و میره. اسلون سلی میره پیش کیتی تا این مقدار اونو که حسابی ترسیده بوده رو دلداری بده. تو اونور شهر جیسون که به پیام آخر کیتی شک کرده چون کلمه رمزش تکراری بوده، میفته دنبال داستان که ببینه چی شده. صحنه دوباره میره روی جنگل که جد و لوکاس یه مشتری جدید آوردن که ما اونو با اسم آقای شخمی صدا میکنیم. اونم این بار اسلون رو انتخاب میکنه و اونو میبره داخل کانکس و کلی بهش تجاوز میکنه. اونور داستان جیسون با پیگیری میفهمه که دخترها اصلا به مزرعه نرفتن، پس خیلی نگران میره سمت مزرعه و کلانتر اون محل. دوباره بریم سراغ دخترها. این بار اونو خیلی ترسیدن چون مشتری بعدی که میاد خیلی آدم عجیبی و یه ماسک ترسناک روی سرش داره. اونم اسلون رو انتخاب میکنه و معلوم نیست چه بلایی سرش میاره که وقتی کیت میره پیش اون تا آرومش کنه، اون داشته از ترس میمرد. صحنه بعدی جیسون داره با همون کلانتر عوضی صحبت میکنه و در مورد دخترها ازش میپرسه، ولی اون میگه که چیزی نمیدونه و بعد از رفتن جیسون با آدمربا خبر میده که عموی کیتی مأمور اف بی آی و داره دنبال اونها میگرده. موریس که احساس خطر کرده به جد و لوکاس میگه که دخترها رو بکشن، همونجا هم دفنشون کنن، ولی اون نمیفهمه که کیتی صداشون شنیده و از اون طرف هم جیسون میره به کافه‌ای که آخرین بار دخترها رفتن و با یه خورده سوال و تحقیق آمار ماشینی که دوقیا باش رفتن و گیر میاره. تو روز بعد جد و لوکاس آقای شخمی میرن سر وقت دخترها که مراقبشون باشه. کیت هم که موقعیت مناسب ببینه از بالا زدن به ذره استفاده میکنه و بعد از اینکه بهش نزدیک شد گلوی شخمی قصه ما رو با دندوناش شیر میده. دخترها سعی میکنن زنجیرها رو باز کنن و فرار کنن که موفقم میشن. تو همین حین کلانتر که اومده بوده کار اونا رو تمام کنه سر میرسه و با دیدن صحنه گیج میشه. دخترها هم از موقعیت استفاده میکنن و با ماشین کلانتر فرار میکنن و میرن چند تا چکش و تبر میخرن و با یه مقدار اشوه از صندوقدار جای موریس رو میفهمن و میرن که چوب تو آستینش بکنن. از اونور جیسون تونسته با استفاده از شرکت بیمه رد ماشین پسرا رو بذاره. از اونور دخترها تونستن بوریس تو خونش خفت کنن و دارن در مورد اون مرد با ماسک خوک ازش اعتراف میگیرن. اونور جیسون از طریق بیمه ماشین میرسه به خونه بوریس، ولی بوریس با دخترها کمک نمیکنه. اونا به جای چوب خنجر دستاز خاردارشون رو میکنن تو چون بوریس. وقتی جیسون میره تو خونه، بوریس میبینه که با چون پاره و نیمه مرده تو خونه است. دخترها با همون ماشین آبی جیم میزنن. توی صحنه بعدی کیتی و اسلون جلوی کلیسا وای میسن و از رو تتو دست کشیش میفهمن که بله مرد کله خوکی همونه
پس اونو بیهوش میکنن و به پشت ماشین میبندن و میرن. وقتی حساب کشی قصه ما چرخ شد میزنن کنار، روش بنزین میریزن و اونو که هنوز زنده است کبابش میکنن. از اونور کلانتر که با دوز کلک جیسون رو اسیر کرده رو میبینیم که تازه 2 تا دختر دیگه هم دزدیده لاشی. تو همین هی کیتی و اسنو سر میرسن و کلانتر هم خفی کنن و با بازی رولت حسابی شکنجش میدن. کلانتر که داره التماسشون میکنه تاثیر خاصی رو اونو نداره و کیتی با زدن خنجر به سرش اونو هم میکشه و بعد به دخترم یکی به جیسون کمک کنن و میرن سر وقت مادر جد و لوکاس. بعد از اینکه اونو بیهوش کردن میبرن پیش جد و جلوی چشماش اونو با چوب بیسبال میکشن. بعدش اونو میبرن پیش اون یکی پسرش یعنی لوکاسو، چوبو میدن به لوکاسو، بهش میگن که باید مادرتو بکشی، ولی چون اون قبول نمیکنه بهش شلیک میکنن و میکشنش. بعدم جوری صحنه سازی میکنن که انگار لوکاس همه رو کشته و بعد هم خودکشی کرده. بعد با ماشین چمنزنی مادر اونا رو میکشن و بعدش میرن پیش جیسون و نقشه‌شون رو به اتمام میرسونن.